اشکبسی تاجیک میگوید که چیزی نگوید. تو یکی ما فکر کنیم یکون گپی دروغی سوزترک بیاون بعد بگم با شما بگیم گپ. رسانه های قرغیزی به چنین شکل شیوه نیستند. هر نمود که میتونن از قرغیزستان با دروغ با هر راهی که باشد از دولت خودشان از شهروندان خودشان حمایت میکنند. البته ما بار دیگر میگوییم که مخالف رژیم رحمانوف هستیم، ولی ما برای وطنمان هرگز مخالف نیستیم. ما مخالف دولتمون نیستیم. ما آماده تمام کار کردن برای دولت خودمان هستیم. ما آماده تمام کار کردن برای مردم شریف تاجیکستان هستیم. ما شب و روز زحمت میکشیم تا اینکه مردم مظلوم تاجیک ظلم و ستم و آزار و اذیت نبیند، اما نه اینکه یک اجنبی دیگر به سر ما هجوم کند و بکشد، ولی دولت ناآخته برای رحمانوف باز هم خاموشی را اختیار کند و سکوت نماید و چیزی نگوید. لااقل کاری نکند که در ساحه یا در وسایل اخبار عامه احداث یا حوادثی آخری که در سرحد میگذرد اون از دیدی خود آنچه که از آن طرف است به دنیا به نمایش گذارد. اینجاست که همیشه طرف تاجیکستان را مورد ملامت و یا اینکه نقض کننده سازشنامه ها یا هجوم یا مهاجم یا اینکه اکوپی روات میکردگی دولتی که میزنه میگیره که جایی را چنین چیزی برای جهانیان به نمایش میگذارند که واقعا این یک ابلهی است و باید این دیوانه لاتوکوبیزاسیا را از کار بگیرند. باید یه آدمی ژورنالیست بمونند، بگذار او هر نفر که باشد ولی یک ژورنالیست کسبی باشد تا اینکه تواند وسایل اخبار عامه را در تلویزیون یا شبکه های تلویزیونی به شکل گذارد که اون تواند شبکه واقعا شبکه باشد، نه اینکه فقط 24 ساعت تم در افغانستان جنگ، در پاکستان جنگ، در ایران جنگ، در عراق جنگ، در سوریه جنگ، در لبنان جنگ، در لیبیا جنگ، در امریکا وضعیت ناآرام، در روسیه و مرز اوکراین وضعیت بی‌ضبط، در اینجا خیلی یگانه دولت آرام و تنج آن همین تاجیکستان است. و این گپای دروغ شما برای هیچ کس مهم نیست. باید که از چنین شکل و شیوه در همین فرمان 69 باید همین دیوانه را کار میگرفت همین رحمانوف، ولی طبق معلومات رسیده این دیوانه در روی خط گرفتگی نیست. خیلی نمیدونم رحمانوف مایلش خواهد تخت پنسیونر خواهد بود سه دنگ دیوانه دیگر را در بر جمع نکوخید 5-6-10 آدمی که کار کرده میتونن یا اینکه میتونن یک خدمت برای این ملت مردم کنن همونها را بگذار و در پیشون یک یعنی استراتژی بگذار تا اینکه دولت تاجیکستان حمایت کنن. ما ننگمون میآید که چنین دولت داریم، ما شرم میکنیم از چنین وسایل اخبار عامه داشتن دولتی. دیدید که دیروز تمام وزیرا را جمع کردن، چند وزارت در یک جا باید پرس کنفرانسیا یا اینکه کنفرانس خبری تشکیل کنن و همه آنچه که هست بکنن. باز این شیوه و تشکیل کنندش اپارات پرزیدنت یا دستگاه پرزیدنت است. با دستگاه پرزیدنت حوزی گپ نمیزده است، ولی بعد آینده شرح میداد است که برای چی همه وزارت ها را در روز آورده است مونده است. من به همین خلاصه رسیدم که در تاجیکستان یگان وزارت وجود ندارد. یک مادر وزارت ها هست، عزیزما مت فسیخ کراچی مینیسترف آزاده رحمانووا، یعنی که دختر یا این که شخصی که از طرف مادرش مقامی نظارت تمام وزیرها را گرفتگی. رحمانوف دیگه هیچ کاره خودش و انا همین آزاده رحمانووا هر کاری که بخواهد طبق همون دستگاه ریاست جمهوری همون کار انجام میتید. وقتی که یک وزارت در دولت نهادی نیست که اون تواند آن چیزی که داخل شده است، آن چیزی که صادر شده است، آن یعنی آمارها و آن کارهایی را که انجام داده است در یک سال یا این که در نظر دارد چه کارهایی را انجام بدهد نمیتواند گفته برای مردم و ملت و برای رسانه های داخلیش. پس اون وزارت منحل اعلام کنید و جای اونا بگیره آزاده رحمانووا
یعنی وزیر اقتصاد و روابط خارجی، همچنان هم رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت اوزودا رحمانова، هم رئیس علاقه تاجیکستان و همزمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت. اوزودا رحمانова وزیر خارجی و همزمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت. اوزودا رحمانова وزیر یعنی خوجگی قشلاق، یعنی رشد خوجگی قشلاق و دهات و همزمان رئیس دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اوزودا